آموزش ساخت قالب بتونی تو سیستم تی. برای ساختش 2 تا ورق 12 سانتی، حالا ارتفاع متغیره، یعنی بعضی از مناطق 1.5 متر میگیرن، بعضی ها 2 متر میگیرن. اینجا یعنی عرضش هم 12 باشه، ارتفاعش هم 12 سانت. 2 تا ورق 2 میله. این قسمت اولش اگه دقت کنید قسمت بالا از قسمت پایین باریکتره، یعنی اگه بالا 11 سانته پایین 12 سانته، که وقتی شما قالب رو میکشید بالا راحت از بتون کنده میشه، جدا میشه و راحت میاد بیرون. این قسمتی که میخواد نبشی یا قوطی 3 سانتی این قسمت جا بشه، این قسمت باید برش بخوره تا قسمت وسط، یعنی نبشی قشنگ بیاد وسط این 12 سانت. 2 تا دسته براش درست میکنید که راحت بتونید درش بیارید و این قسمت پایینش هم به همین طور بسته میشه.